سلامتی روانی او را به حالتی نمیبرد که او اداره کردن اون حالت رو نتواند. یعنی که یک ترس اداره شونده خوب است و حتی آدمان مانندی که طلبات خنده دارند، طلبات وقت خوشی دارند، طلبات زندگی دارند، طلبات ترس هم در آدم هست و انگیزه یافتن آن در بعضی حالتها این موردهایی هست که خود به خود آن پیدا می شود. یعنی که ترس یک چیزی فیزیولوژی روانی انسان است که آن را قبول نباید کرد همچون بیماری، ولی وقتی که از اداره شعور انسان ترس بیرون می شود و رفتار او گویم که غریزوی یا که اینستینکتیوی می شود، آن وقت ما میگوییم که ترس بیماری هست. و ترس یک خاصیتی تاثیر روانی دارد که آرزو، هوس، نقشه های انسان را برباد می دهد. بله. در این وقت آدم وقتی که ترس پیدا می شود و ترس دور و دراز دوام نمی کند، یعنی انسان نمی تواند که ساعتهای زیاد در حالت ترس باشد. هست بعضن که در بعضی بیماری های روحی، ولی در حالت مقرری یا که روانی یا که حالتی که مثلا حالا جامعه ما قرار دارد، این ترس یک وقت معینی خروج میکند و داروها را حاصل میکند، تن را ضعیف میکند و آرزو و هوس ها را از بین میبرد. بله. انا این حالت در پیدا میشود روح افتادگی. روح افتادگی وقتی پیدا میشود که اگر انسان یگان آرزو و هوس و نقشه نداشته باشد و این البته از حساب حاصل شوی داروهای معینه سر هم هست، ولی وقتی که نقشه و آرزو و هوس های زندگی انسان وقتی که پیدا می شود، یعنی که از بین می رود، آن وقت روح افتادگی پیدا می شود. از چیزی که انسان احتیاط می کند این رعایت کردن آن قانونیت هایی هست که انسان باید زندگی کند. و این را همچون احتیاط می گویند. چرا که میداند که اگر از این دایره که قانون هایی که مثلا وزارت تندرستی متخصصان گپ میزنند آید نگهداری سلامتی، اگر این رعایت نشود آن وقت در ولایت ترس میزند. بله. و ترس آهسته آهسته میتواند که ایمونیته او را سوس کند و این سبب شود که به بیماری گرفتار شد. برای همین رعایت کردن مثلا قانونیت هایی که حال و لازم هستند برای پیشگیری بهداشت سلامتی، این را آدمان احتیاط میکنند. بله. یعنی احتیاط، نقاب پوشیدن، رعایت گیگینه شخصی، تمیز کردن خانه و در، یعنی استعمال درست غذا، این است. یعنی اون چیزی که دارو بیهوده و بیهوده ذخیره کردن و این از دایره گوییم از که دایره قانونیت ها بیرون است و این ولایتی گوییم که ترس است. خب من نمیدونم توجه شاید روانشناسانی توجه یگون دستور عمل در همین دور و زمان، یعنی در همین موسم شاید پیشنهاد کرده باشند برای مردم. چون است البته توجه زیاد است از طرف وزارت تندرستی و اجتماعی حال جمهوری تاجیکستان نسبتی حالت روانی مردم شریف تاجیکستان و البته فکر میکنم به نزدیکی این دستور عمل ها تیار میشوند. در برابر اون که ما میتوانیم حالت های روانی انسان را با دارو، با فارماکولوژیا یعنی که دیگرگون کنیم، این چیزها را از بین بریم، ولی یک چیز هست که بسیار وقت ممکن است که داروهای آرام بخشنده، آرام کننده، ترانکویلیزاتور، نیرولیپتیک بسیار چیزایی هستند که استفاده بردن ممکن است، ولی وقتی که این داروها رو آدم‌ها استفاده میبرند اندکی گویم که بدن آنها نرم و سست می شود. در این حالت شاید تاثیرات به نفسگیری، نفسکشی رساند. از همین لحاظ با دارو ما کوشش میکنیم که کمتر یعنی که تاثیر رسانیم و بسیار وقت ما مشق‌های روانی خود را داریم. بله. خوبه، برای همین ترس رو ما بر شما امکان میدیم روبرو با بیننده. من سوال نمیدیم دیگر، برای ترس رو تهلکه رو از دل مردم بیرون برآوردن شما چی مصلحت میدید؟ یعنی از کدام عامل باید استفاده کنید؟ روبرو با بیننده هستید شما مرحبا. مشق‌های روانی هستند که انسان روان خود را به دست میگیرد. هم جسم انسان، هم احساس انسان، هم عقل انسان در دایره روانند و با شکل عمومی روان را فرهنگ میگویند.
یعنی مشق روانی فرهنگی ما امروز چنین است. چی در بیمارخانه ها باشید، چی در خانه باشید، چی در کوچه و یعنی که جاهایی که در یک ماشین رفته ایستاده اید، شما می توانید که دو روز بشینید. اگر که خوابم باشید هیچ گپ نی، ششته هم باشید میشد و خوبترش اگر نشسته باشید، مانندی که حالا ما نشسته ایم و دستان خود رو در بالای زانو ها گذاشته، کف دست رو بالا برداشته، شما یک حالتی آرامی رو به دست بگیرید و خود را در بین معینه سر قرار دهید. خوش خود را در بین معینه سر قرار دهید. با نیت مشق روانی بنشینید و بدن خود را سر دهید. نرم کنید بدن خود را. خوشی ما و شما بدن را حس میکند. حس میکنیم که بدن ما چی طور است، در کدام حالت قرار دارد. خودتان را از آن چیزهایی که در بدن هست، پیش نظر هست، فکر است، جدا کنید. خوش را در بین معینه سر گیرید. نرم سازید دستان را، پای ها را، شکم. نرم سازید قفسه سینه، دل، شش ها، عضوهای درونی، معینه سر، روی و چشمان را. وقتی که شما نرم ساختید، حس میکنید که قوه جاذبه زمین شما را به طرف خود میکشد. وقتی که انسان معلوم است که قوه جاذبه زمین هست، قوه الکترومغناطیسی کیهان است، قوه اتمسفر یعنی که اتم کلان و اتم خرد خودی بدن انسان است. وقتی چهار قوه به ما و شما اثر میرسانند، اما قوه جاذبه زمین رو امروز شما حس کنید. یعنی انسان باید کانال آزاد باشد. ما در بین دو جسم بسیار بزرگ، آفتاب، ستاره آفتاب و سیاره زمین قرار داریم. ما دو قوه، یکی پلوسه و یکی مینوسه قرار داریم. آن قوه که سینای بزرگ گفته بود، گرمی و سردی. این دو قوه باید در بدن ما برابر باشند. حس کنید زمین رو مانند آهن را با و همه چیز منفی که در شما جمع شده است، هر چیزی، ترس، هراس، فکرهای ویران، خفگی، ضیقی و هر چیزی که شما در زندگی جمع نموده بودید، در آن ستیلچه گوییم که پرتاب شما باید آن رو به زمین بدهید. زمین آن رو جبیده میگیرد و این دروغ نیست. این علمی است که امروز اثبات شده است. حس کنید قوه جاذبه زمین رو و حس کنید قوه جاذبه آفتاب را. یک قوه مهر، یک قوه گرم در بدن وارد می شود و شما حس کنید نفس را. وقتی که ما با شما نفس میگیریم، حس میکنیم بدن ما سبک شده، گردش آبیان خون ما را در بدن درست میکند. انسان بیمار میشود اگر گردش خون در بدن او ویران شود. پس گردش خون را در بدن درست کنید. با اراده خود، با تخیل خود، خیال خود، با فکر خود خون را ببرید، گردش خون را درست کنید. با پایها، با عضوهایی که در داخل شکم، قفسه سینه، دستان و سر هستند، یک گرمی فورمی را حس کنید. اکنون پیش نظرتان را دقت دهید، بینید که شما در پیش نظر خود چی میبینید. پیش نظر را تازه سازید که این تلقین از بزرگ و در آنجا شما بگذارید. آینده این نیک خود را بسازید، آن را نقشهش را بزنید. صحتی خود را، خوشوقتی خود را، عمر با برکت، وطن تنج و امن خود را پیش نظر بسازید و آن را با زبان دل، قلب تکرار کنید. این رو میگن ویزوالیزاسیا، پیش نظر، و وربالیزاسیا، با زبان قلب گفتن که من میتوانم صحت باشم، من میتوانم سالم باشم، من آینده خود را میبینم نیک است، من قوی دارم در باطن خود که هر مشکلی در پیش من است آن را برطرف کنم. من در تنجی و امنیت وطن خود زندگی میکنم. نزدیکان خود را دوست میدارم. برای آنها زندگی میکنم و عمری با برکت میبینم. این است آن تلقینی که شما و بدن خود کردید. بدن ما عقل دارد، میفهمد. احساس ما دستگیری میکند، ما را دوست میدارد، ما و شما را. و عقل ما همه وقت به ما مصلحت خوبی میدهد، چون که روان امروز
به دست گرفت چیزی لازمه را و باز میتوانم مسئولیتی که به گردن دارم آن را پرره اجرا کنم. سلامت باشید. سلامت باشید. برای چنین یک مصلحت‌های خوب، برای چنین یک پیشنهاد خوب و بینندگان عزیز بسیار هم خوب گفتند، یعنی دکتر روانشناس محمود کبیر که یعنی خوشبختی خود را، کامیابی خود را و وطن آباد و آسوده خود را پیش نظر بیارید. من باوری دارم انا همین سخن‌ها، یعنی انا همین رو شما اگر پیش نظر بیارید، همه ترس، تهلکه، انا همین استرسی که شما دارید از بین می رود و از پای باز هم همون کارهای سازندگی و آبادانی می گردید. و ما البته میگوییم که این صحبت ما اولین و آخرین نخواهد بود. ما همین گونه صحبت های جالب، همین گونه پیشنهادها برای شما پیوسته می نماییم. خب شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم و عرض سپاس می نماییم که شما دعوت ما را پذیرفتید و روبرو بودید با بینندگان، چنین مصلحت های مفید و خوب را پیشنهاد کردید. سلامت باشید. بار دیگر سپاسگزاری میکنیم. خوب بینندگان عزیز، همیشه صحت، سلامت و خوشبخت باشید. آسودگی روزگار شما تمنای همیشگی ماست. خیر.